در موضع دشت لوچی نوحیه دروز اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون برای ساختمان کانال обрасон سنگ اساس گذاشتند. بنیاد کانال امکانیت می‌دهد که با 315 هکتار زمین در ناحیه دروز آبیاری کرده شود. در موضع دشت لوچی نوحیه دروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ساختمان کانال обрасон سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که مساحت دشت لوچ بیشتر از 500 هکتار را در بر گرفته قریب 330 هکتاری آن قابل آبیاری میباشد. این موضع در بلندی 200 متر از سطح بر قرار داشته کانال مذکور با شکل خودجاره فعالیت خواهد کرد. ضمن معرفی به سرور دولت اطلاع دادند که این منطقه از دریاچه خاسترو آبیاری گردیده در روزی کانال ساخته شونده 17.5 کیلومتر را در بر میگیرد. طبق لایحه کانال خودجاره اساسا در منطقه‌های دشوارگذر تل و تپه ها میگذرد و بنیادی آن امکانیت میدهد که 315 هکتار زمین دیگر در ناحیه دروز آبیاری کرده شود. از روی معلومات متخصصان در این زمینه 247 هکتار زمین‌های کرم، 68 هکتار زمین باغات با آب پلیزی تامین گشته، همچنین 17 هکتار زمین نزدیابلیگی آبیاری کرده شود. در این برابر با عملی گشتن طرح مذکور 105 هکتار زمین بیکار خوابیده نیز به گردش کشاورزی درآورده می شود. حساب آباد هوا این منطقه اصلا برای کشاورزی مطابقت میکنند. آب دریاچه خاصرو ناحیه دروز به مسافه 17 کیلومتر با توربه آهنین دیامتر 800 و کانال بتونی و قسما پلاستیکی آبیاری کرده می شود. در اساس لایحه مذکور همچنین آب پلیزی تا به دهه دشت لوچ نیز رسانیده می شود که این اقدام به شبهه به استفاده ثمرناک زمین‌های نزدیابلیگی مساعدت خواهد کرد. انشاءات обрасони با استفاده از مسائل خوش‌صفت و تکنولوژی معاصر بنیاد گردیده از سربند آبگیری، انشاءات سیلگذر، قبارهای زیر راهی، دروازه‌های تنظیم کننده و منطقه سودکنی فشار آب عبارت خواهد بود. اطلاع داده شد که خاک و آب و هوای منطقه مذکور برای رشد ساحه کشاورزی و پرورش غله‌دانگی، سبزیجات‌کاری و باغداری مساعد بوده. پس از عملی شوی این طرح در ناحیه درواز امکانیت برای افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی، خصوصا زیاد نمودن حجم استحصال میوگی بیشتر خواهد شد. باید قید کرد که با استفاده از امکانات طبیعی منطقه مذکور علاقه در حدود موضع دشت لوچ چند باغ نو با اصول آبیاری قطرگی بنیاد گردیده است که قسمیان در حال نشونما قرار داشته درختان باقی مانده میدان باغات به حاصل درآمده است. بهترین منطقه کوهستان درواز برای میوه، برای باغداری همین منطقه دشت لوچ است که امروز با دستگیری جناب عالی، با سپارش جناب عالی آب آورده می شود. به هر جایی که جناب عالی قدم گذاشت و هر مقصدی که برای آبادکاری و باغداری همش عملی شد. ساختمان کانال مذکور در دایره دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهتی به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بیکار خوابیده آغاز یافته، همچنین برای عملی شوی هدف‌های 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018 2028 که تاجیکستان تشبثکار این اقدام مهم برای اهل بشر است مساعدت خواهد کرد. اصناعی شناسای سرور دولت مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که به صفت کارهای ساختمانی دقت اولین درجه ظاهر کرده این لایحه را سریع وقت و با رعایت معیارهای بین‌المللی به انجام رسانند.